زمانی بود تو هم راه رفتن نمیتونستی، من هم قامت بلند خم میکردم و دستی ترم میگرفت. و این روز مرا در بستر مرگ دیدی، برای مرگ ما گریه نکرد. چرا؟ زیرا روز مرگ بالای تو هم میآید. میگه درد مادر زیادتر میشود، شب نالیش میکنه. فرزند به سیاست میگه نمیشه مادر آواز تا پس گیری، تو نالیش کردی من خواب نمیبره، کلین تا خواب نمیبره. کمتری میگه میل است. یک چند لحظه بعد صدای مادر خاموش، فرزند به راحت خواب میره، سحر میخیزه که مادر از دنیا گذشت. دیگه در حوصله منزل قبرستان از سر منزل میره، اویلش هم مکتوبش میده که همین شب مادر مکتوب نوشته پیش از مرگش: بچه جان تا این روزه من هر دعا و هر خواهشی که از خدا کردم برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که طاقت شنیدن آوازی من ندارم. امشب آخرین خواهشم از خدا همیشه برای خودم نمیکنم، برای تو میکنم. خداوند جان مرا بگیره که تو آرام خواه و دیگه تو را ناراحت نکن. لا حول ولا قوة الا بالله. مادر به مرگ خود راضی است، اما به ناراحت شدن فرزند راضی نیست. در نماز یک دعای عجیب میکنه: اللهم اغفر لی و لوالدی. خدا اول خود ببخش، بعد از آن پدر و مادر ما ببخش. چرا اول خود ببخش؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدایا مرا ببخش تا دعایی که در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر تو مرا نبخشی دعام قبول نمیشه. به همین خاطر اول باید در نفس خودمان دعا بکنیم، بعد از در حق پدر و مادر دعا بکنیم. جنت یک منظره هست، همه آرزو داره که جنت بروند. انبیا، اولیا همه میخواهند که جنت بروند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی از خدا جنت میخواهید میانه جنت ها بخواهید گفت. جنت میگه خدای روز قیامت میگه خدایا تو اینقدر مرا منظره زیبا کردی که همه هوس مرا میخوره، اما مرا این بی‌قدر کردی که زیر قدم مادر کردی. دوزخ میگه خدایا تو مرا خلق کردی که من انسان گناهکار نیست و نابود کنم، اما یک بار پدر یا مادر در حق فرزند دعا میکنه تو او از دوزخ خلاصش میکنی. علما میفرمایند سه چیز نگاه کردن عبادت است: یکی قرآن، یکی بیت الله، یکی چهره پدر و مادر را تماشا کردن. علما میفرمایند اگر بخواید دعاتون قبول شود، در چهره پدر نگاه بکنید، در چهره مادر نگاه بکنید، دعا بکنید، الله دعای شما را رد نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی پدر و مادرش در دنیا زنده باشن، حیات باشن، دو دروازه جنت الکی در اختیارشون هست. اگر یک تاشون باشه، یک دروازه جنت در اختیارشون هست. رسول الله گفت که وای بر حال همون کسی که پدر و مادر را دریا کنه و جنت نرود. وای بر حال همون خیلی انسان. قرآن عظیم شان عجیب نصیحت میکنه. میدونه که وقتی که پدر جوان هست سیاست داره، اما عمر پدر یا عمر مادر کم بالا رفت، الکی سیاست بالعکس میشه و سیاست در فرزند میشه. قرآن عظیم شان نصیحت میکنه که ای مسلمان، زمانی شو پدری تو یا مادری تو کلانسال شو و محتاج به تو شو، قطعید که صحبت کردن در جواب اما اوف نگو. اوف ای پسترین سخنه. وقتی خدا میگه اوف نگو، دیگه از اوف هر چیزی که بالا باشه باید ما او را نکنیم و نگوییم و بگیم که خدا پدر و مادر ما را رحمت کرد، چگونه ما میدهک بودیم و تربیت کرد و کلام کرد. الله رب العزت میگه وقفض جناح، در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بازوهات شکسته بگی. چخیلی که اگر پرنده را نگاه کنه مهربانی میکنه، فرزندش از زیر بغل میکنه، الله میگه ای جوانی پهلوان در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بلکه پدر و مادر زیر قنات خود بگی. بعضی علما قنات ترجمه به پایانداز میکنن، میگه در پیش پدر و مادر مثل پایانداز باش، سرخم باش. الله رب العزت چه نعمت بزرگ برای ما و شما داده است. این پدر و مادر خیلی یک نعمت بزرگه. چهرهشون، نگاهشون برای ما عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن همون لحظه ای که شما دیدن پدر و مادر از شما راضی است، بدانید که همون حالت خدا از شما راضی است. و اگر بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلبی دیدم به زبان عربی بود، خیلی مطلب جالب و مهمی بود و چون خیلی مهم و فوری بود، من این پیام رو پیام فوری به عنوان یک پیام فوری میفرستم. بحث حفاظت فرزندانتون است. همه به این پیام من توجه بکنن، اینو دست کم نگیرن، شوخی نگیرن. این بحث جدیه. از اسباب تسلط جن بر کودکان
ما بعضی وقتا کارهایی میکنیم که خودمون باعث میشیم که جنها بیان اذیت بچه های ما بکنن. این صحبتی که من میکنم ترجمه صحبت های شیخ بن عثیمین رحمه الله است. بعضی از مردم نادان یا آدمای ساده‌لو بچه های کوچیکشون میان میترسونن، اونها را از غول میترسونن، از جن میترسونن. مثلا میگه فلان چی میاد سر وقتت، فلان جن میاد سر وقتت، فلان غول میاد سر وقتت، و این بچه در دلش احساس ترس به وجود میاد. همیشه در ترس و اضطراب به سر میبره بچه کوچک. این یک جرمی که پدر در حق فرزندش مرتکب میشه و حتی بعد از مادران میخواد بچه‌شو بترسونه. بخواب که الان جن میاد سراغت، بخواب که الان غول میاد سراغت، بخواب که الان فلان چی تو رو میخوره. بچه رو میترسونن. ترسوندن بچه درست نیست که بچه رو بترسونیم که بچه کوچک با اون مغز فکر کوچکش بنده خدا همه در حالت اضطراب و ترس و خوف باشه. این چنین بچه‌هایی در تاریکی در تنهایی تو خونه میترسن و معمولا جن وقتی انسان بترسه، یکی از اسباب ورود جن ترس زیاده، خوشحالی زیاد. کسانی که زیاد بیش از حد خوشحال در همون لحظه جن وارد میشه، ترس زیاد باشه جن وارد میشه. اما یک اشتباهی که بعضی از پدر مادران دوباره میکنن، بچه رو در خونه حبس میکنن، تو یک اتاقی حبس میکنن، در روش میبندن. اون بچه از ترس داد میزنه، فریاد میزنه، گریه میکنه، پدر و مادر بهش رحم هم نمیکنن، درم باز نمیکنن. همونجاست که در همون اتاق اگر جنی باشه و بچه‌ای داره میترسه، همون لحظه جن برش مسلط میشه و اون بچه دچار بیماری‌های روحی و روانی میشه. میگه خیلی از جنها وقتی از کسانی که جنی بودن، وقتی از آنها روی اونها خونده میشد که جنها به صدا می اومدن، خودشان میگفتن که از طریق بچه‌ای که تو خونه حبس شده، پدر مادرش در روش بستن، جن وارد شده، جن داخل بدنش شده. خود جنها اعتراف کردن و در همون لحظه که بچه داد و فریاد گریه میکنه، در همون لحظه جن متلبس میشه، وارد میشه. پس مواظب باشن پدر مادران. یکی بچه رو هرگز نترسونید. ترساندن کار درست نیست، از لحاظ شرع درست نیست. کسی رو بترسونیم، ترساندن درست نیست، روش غلط تربیته. بچه رو بترسونید از هر چیز باشه، نه از جن باشه، نه از غول باشه، نه از فلان باشه، نه از لولو باشه، نه از نمیدونم دکتر میاد سراغ بچه رو میترسونن. دکتر بیاد سوزن بزنه، فردا میخواد بره دکتر سوزن، بچه میترسه، فکر میکنه سوزن زدن یک چیز مثلا خیلی بدیه. ترسوندن بچه درست نیست و این مواظب باشید. تو اتاق بچه حبسش میکنید، در رو ریش میبندید، بچه اونجا احتمال داره جن وارد بدنش بشه. من داستانی زمانی سالهای قبل شنیدم تو امارات، تو کشور امارات شنیدم که پدر مادری بچه‌شو تو دستشویی حبس کرده، بچه تا صبح حبسش کرده بوده، تو دستشویی حبسش کرده بود. بچه داد فریاد میزده، مادر بهش توجه نمیکنه، اما وقتی در باز میکنه میبینه بچه‌ای وجود نداره اصلا و صدای گریه بچه همیشه میاد. این داستانا شنیدم، الله اعلم از صحت سقمش، میگم عجیب نیست. خب جنها انسان میدوزن. ما داستانی قبلا هم شاید هم گفته باشم یا نه، در زمان حضرت عمر یک مردی را دزدیدن، بعد از 15 سال برش گردوندن. این چیز واقعیته، جنها خیلی انسان‌ها رو میدوزن. مواظب باشید بچه‌تون رو تو خونه حبس نکنید، بچه رو نترسونید. اینها اسباب تسلط جن بر بچه هست. این واقعیت، افسانه هم نیست. مواظب بچه‌هاتون باشید. این کاری هر کس کرده بیشتر نکنه. بچه رو از جن و از غول و از فلان نترسونید. اگر جن واقعیت داره، اما بهش بگو جن هست، مثل ما داره زندگی میکنه، این دعا رو بخون، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق بخون، 3 بار قل والله قل افلاح و رب الناس بخون، آیت الکرسی بخون. جن کاری نداره. اما رو بترسونید که حالا میاد شب تاریک، بخواب. بچه حالت ترس و اضطراب و این چیزا اصلا روح روان بچه رو داغون میکنه. پس گفتم که این موضوع من در این پیام فوری تذکری بدم برادران و خواهران عزیز. اگر کسی چنین کاری کرده، این کار نکنید. این کار درست نیست، لحاظ شرعاً درست نیست، از لحاظ روح روانی برای بچه خوب نیست و عوارضش هم به خودتون برمیگرده. خودتون گرفتار پریشان میشید، بچه بیمار میشه و پریشان میشه بچه، بعدش هم پشیمان میشید که چرا من این کار کردم، چرا این کار کردم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را هدایت بکنه. آمین و الحمدلله.